سلام و درود بر حضرات عزیز، امیدوارم احوالتون عالی باشه. من حضرت هستم، خوش اومدیم به چنل خودتون. امروز قراره که با هم دیگه آموزش حل پازل درفت یا همون کامبوی میجر رو در تاریخ جمعه 23 شهریور ماه بریم. فقط قبل از اون مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که بریم سراغ آموزش. اول کار مسلماً باز میکنید، صبر میکنید تا شکلک ها و اون پازل ها تکمیل بشه و عکسشون بیاد. بعد از اون شما باید به صورت ترتیبی و مرتب بچینید. فقط بگم که یک بار امکان تست و آزمایش دارید. اگه اون یک بار درست باشه بهتون سکه میده، مگر نه کلا میسوزین و باید یک روز صبر کنید. اولین کارت یا اولین تیکه پازل تو این بخشه، دقیقا اینجا، و این پازل رو باید انتخاب کنید. پازل دوم اما اینی که صورتیه باید بزنید و انتخابش بکنید. پازل سوم اما این قسمته، یه رنگ سبز رنگ تقریبا میشه گفت داره، سبز کمرنگ یا آبیه یه جورایی. و کارت و یاد همون تیکه چهارم هم دقیقا این قسمته، اولین تیکه رنگ آبی هم داره. به همین صورت که من چیندم میچینید و بعدش اگه درست باشه رو چک کارت بزنید تا 5000 سکه بهتون بده. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خدا یار و نگهدارتون.